از حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه صحابی پیغمبر روایت میکنند زهاد امت اسلامی است، از زاهدترین اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم محسوب می شود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اینی لأعرف آخر اهل النار خروجا من النار و آخر اهل الجنة دخولا الجنه. پیغمبر خدا گفتند من آخران شخصی را که از دوزخ به امر پروردگار خارج می شود، به مرحمت خداوندی، به بخشش خداوندی، و اولین و آخرین شخصی را که به لطف و مرحمت خدا داخل جنت می شود، یعنی همون شخصی که از دوزخ برآوردنش داخل جنتش میکنن بعدا همون را میشناسم. گفت یؤتی بالرجل یوم القیامه فیقول صلوا عن صغار ذنوبه واخبؤوا کبارها. میارن این مرد گفت فرد روز قیامت خدای بزرگ میگه از گناه های صغیرش سوالش کنه، گناه های کبیرش یاسمون که اگر گناه های کبیرش آوازی ناخون کنه وای به حالش جواب این سوالا را کرده نمیتونه، از همون گناه های صغیره که در حیات کرده است از همونا سوالش کنه. این لطف و مرحمت پروردگار است. فیقال له عملت کذا و کذا یوم کذا و کذا، عملت کذا و کذا فی مکان کذا و کذا. بس سوالش میکنن الایکا، میگن ای بنده تو فلان و فلان گناه ها را در فلان روز انجام داده بدی، فلان و فلان گناه ها را در فلان مکان در فلان زمان انجام داده بدی. اعتراف میکنه مسلمان است. فیقال له فإن مکان کل سیئة حسنه. بعد میگنش که با رحمت مغفرت پروردگار گناه های تو به ثواب و به حسنه مبدل شدن و برای تو در عوض هر گناهی که کرده بودی، سیئه کرده بودی، از بس که بعدا توبه کردی حسنه نوشته می شود. یا تو باشه هفته گذشته در آخر صحبت یک نظمی را از حضرت شیخ عطار براتون قرائت کردم و گفتم که این اصل داره، زیرا میگه چنین نقلی درست است از پیامبر، این حدیث از پیغمبر روایت شده است و از بس که وقت دیگر تنگ بود من برای شما وعده کردم که حدیث هفته آینده میگم. این همون حدیث است. وقتی که به نعمت پروردگار گناهاش به حسنه مبدل میشوند این شخص جسارت پیدا میکنه. فیقول یا ربی اینی عملت اشیاء ما اراها هاهنا. میگه پروردگار من گناه های زیادتر دارم، بعضی گناه های دیگری کردم که نخوندنش، کرام الکاتبین حوزی در پیشم نخوندن، بیان نکردن. مقصد پروردگار رو امر کرد که همونا رو هم بنویسن، از بس که من توبه کردم، شخص مؤمن هستم، توبه نصوح کردم، پس همون گناه ها من به حسنه تبدیل ته. حضرت ابوذر غفاری میگه فلقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یضحک حتی بدت نواجذه. دیدم میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی همین قصه را بیان کرد خندید، حتی که دندانهای زیباش نمودار شدند، همون دندانهای اربعش دیار شدند. دیدیم پیغمبر بسیار کم فراخ میخندید، عادتا تبسم میکرد. در همین حالت وقتی که از جسارت او شخصی که خداوند رحمت مغفرتش کرد به خاطر توبه های کردش و گناهاش به حسنه مبدل گرداند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بیان نمود و قصه را ببینید تبسم کرد، حتی خندید، میگه که دندانهاش نمودار شدند. واقعا رحمت پروردگار بی نهایت وسیع است. خداوند بعضی مؤمنان را به خاطر همون توبه هاش و به خاطر ایماناش و بعد از آن که داخل دوزخ میگرداند باز نجات شو میده، باز خارج شو میکنه، باز داخل جنت شو میگرداند. امام ترمذی روایت میکند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بار ارشاد فرمود و گفت این رجلین ممن دخل النار اشتد سیاحهما. گفت دو شخصی که
فردا روز قیامت به سبب گناههای زیاد شو در دوزخ انداخته شدیان از مؤمنا هستند، گریه و فغانشو بسیار بلند می شود، داد و فغانشو گوشی فلک کر می کنند. فقال رب تبارک و تعالی اخرجوهما. خداوند میگه امر میکنه که خوب ببرورشو، یا چی در دارن یا چی قدر گریه و فغان دارن. خدایی که از همه چیز واقف است، از همه باخبر است. فیخرجان. فقال رب تبارک و تعالی لهما لأی شیء اشتد سیاحکما. و خداوند به اونا مراجعت میکنه وقتی که از دوزخ خارج شو کردن، میگه چرا اینقدر گریه و فغان داری؟ همون مردم دیگر هم مثل شما میسوزند، چرا این صدای شما از همه بلندتر است؟ فیقولان فعلنا ذلك لترحمنا. میگم پروردگار رو برای آن گریه کردیم که برای آن سر صدا برداشتیم که تو رحمت بکنی، گناهامون رو ببخشی، به خاطر ایمان ما، به خاطر اسلام ما. اگر چند سر تا پا در گناه غرقه هستیم، اما پروردگار رو بر رحمت مغفرت خویش گناهامون رو ببخشی. سبب گریه و فغان ما همین است. خداوند متعال فرمود ان رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. گفت دیگر برای شما رحمت باقی نمونده است. رحمت من نسبت شما فقط همین قدر است که برخیزید از جاتون با امر پروردگار، برای در همون مکانی که بده خودتون در داخل آتش سرکی پرتوی. جای شما دیگه همون دوزخ است. من برای شما پیغمبرا فرستادم، من همه درا را بسته بدم بجز در توبه باز بود. من شما را دائم اعلام میکردم که ای مردم، هر کس توبه از گناه ها کنه، هر کس بازگشت به سوی خدا داشته باشه، گناهاش میبخشم. اما شما اسیر ایدام شیطان شدید، از رحمت خدا خودتون را به دست خود محروم کردید. امروز دیگه رحمت من همین قدر مونده است، برای اینکه خودتون در آتش سر کلپو باندازید. چیکار کنم بیچاره؟ از دست شو دیگه چیکار میآید؟ فینطلقان فیلقی احدهما نفسه. هر دوش از جاشو میخیزن محزون، سراخم، گریان، میآیند یک نفرش سرکی میپرد روی دوزخ. فیجعلها له رب تبارک و تعالی بردا و سلاما. وقتی که امر پروردگار را اجابت میکنه و در حال خچه سرکی میپرتاید، پیغمبر برای ما قصه کرده است که خداوند همون آتش براش یک جای خوش و خرم بوستان میگردونه، همچنانه که بر خلیلش حضرت ابراهیم خلیل آتش نمرود بوستان گردونده بود که دیگه او آتش در او اثر نداره. و یقوم الاخر فلا یلقی نفسه. یک نفر دیگرش در پیش همون آتش میسته، او زبانه آتش هم میبینه بود، شعله را میبینه بود، داد فغان اهل دوزخ هم میبینه، جرأت نمیکنه که خودش پرتویه، همونجا میمونه راست. فقال رب تبارک و تعالی ما منعک ان تلقی نفسک کما القی صاحبک. خداوند به همه مراجعت میکنه به او بنده، میگه تو چی باز داشت؟ چرا امر مرا اجرا نکردی؟ چرا مثل او برادرت خطه در داخل دوزخ نه انداختی؟ او امر من بود که بره خطونه در دوزخ پرتوی. این مرد گریان و بریان میگه یا ربی اینی لارجو الله تعیدنی فیها بعد ما اخرجتنی. میگه خداوند و من امید کشیدم است که بعد که به فرمان تو از دوزخ برآوردم و دیگه بازگشت به دوزخ انداخته نمیشه. از تو امید دارم، امید رحمت. حالی هم همون امیدم ترکم نکرده است که تو رحمت میکنی و دیگه پسان به دوزخ نمیفرستی. فیقول رب تبارک و تعالی لک رجاؤک. خداوند میگه که بر تو باد همون امیدت، به همون امیدت رسیدی. فیدخلان الجنة جمیعا برحمت الله. امر میکنه که او شخصی را که اول سرکی پرید او را خارج کنن از دوزخ و هر دو به رحمت پروردگار داخل جنت میشوند. و ببینید چه خدای مهربان داریم.
اما افسوس و صد افسوس که شکرگزاری خدا را فراموش میکنیم. توبه پیش این پروردگار را اگر فرضاً معصیت کردیم فراموش میکنیم. از همه امید میکشیم، از این خدای بزرگ و مهربان امید نمیکشیم. اون عزیز گفت شد 70 سال تازه شادی میکنم و از وجد حال که این چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. یک بزرگ گفت 70 سال شد از شادی در کرتم نمیگنجم که اینقدر خدای مهربان دارم، اینقدر خدای نازنین دارم، اینقدر پروردگاری ولی نعمت دارم. خدایی که ما گناه میکنیم و بعد از او با توبه کردیم و به سوی رحمت او رجوع کردیم، ما را میبخشد، رحمت خدا بالای ما نثار میکند. ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم. خداوند میگه، پیغمبر میگه که خدای بزرگ شما واقعا حی و کریم است، بخشنده است، آمرزگار است، سخاوتمند است. ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. و این خدای بزرگ با او مجد عظمت و بزرگی، با او بی نیاز بدن شرم دارد وقتی که یک بنده مؤمن دستای خالیش از سینش میبرداره به گردن کج، با آبی دیده از این پروردگار طلب رحمت میکنه، طلب مغفرت و مسئلت میکنه. خداوند شرم داشته است که همون دو دستی او را خالی بر بگردونه. تا تو مشغولی به جویایی عیب، کی کنی شادی به زیبایی غیب. تا وقتی که تو عیب جویی میکنی، تا وقتی که تو زبان از غیبت مردم باز نمیداری، تا وقتی که تو فقط کمبودی و نقصان میجویی، از کجا به زیبایی غیب شاد شوی؟ از کجا به قدر این نعمتایی که خدا به تو رسونده است برسی؟ قسم به خدا، من چندین بار گفتم باز میگم، همین شکرگزاری ده چشم بینا را اگر تمام حیات ذکر خدا کنیم، عبادت خدا کنیم، انجام داده نمیتونیم. اولا همین دیده بینا را به مال و ثروت دنیا خریده میشود. مردم بیچاره پول جمع میکنن، بچه‌هاشو پولشو میتن، سنیج گفته امید میکشن، میخیزن میرون چشما را جراحی میکنن. بعد نیم سال میپرسیشو میگه هی افسوس صد افسوس، کو دیده بینا دیگه او کو چشمی زیبا و بینایی که دنیا را اینقدر منور و خوشرو میدیدم، دیگه او چشم نمونده است. پس به قدر این نعمت خدا باید برسیم. اولا از عیب خلق آزاد شو، پس به عشق غیب مطلق شاد شو. هرچی هست بود و خواهد بود نیز، مثل دارد جز خداوند عزیز. همه چی یک نظیر داره، یک مانند داره، بخد یک پیوند داره، غیر پروردگار، غیر خدای بزرگ که بی مثل بی مانند است. هرچی را جوی جزو یا بی نظیر، اوست دایم بی نظیر و ناگزیر. واقعا خدای مهربان دری توبه را نمیبنده برای امت تا زمان قیامت. دری توبه خدا همیشه باز است. هر کسی توبه کنه، هر کسی رجوع به رحمت پروردگار کنه، خداوند می آمرزد، خداوند گناهاش می بخشد. ابن ابی شیبه، ابوبکر ابن ابی شیبه کتاب دارد با نام مصنف، بسیار معروف و مشهور است. حدیث های بی نهایت زیاده، تا 40,000 حدیث در اوج جمع آورده است. هم حدیث های مرفوع هستند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، هم حدیث های موقوف هستند که روایات اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتاوای اونا را بیان میکند. از حضرت عبدالله ابن عمر ابن ابی شیبه روایت میکند. عبدالله ابن عمر فرزند صالح حضرت عمر رضی الله عنه است. عبدالله ابن عمر میگه بین رجل یقال له الکفل یعمل بالمعاصی. یک مرد بود گفت در بنی اسرائیل زندگی میکرد، وقتی که صحابه پیغمبر چیزی را قصه میکنن، البته او چیزی را بیان میکنن که از پیغمبر شنیدیم.
اصحاب پیغمبر فاضل ترین امت اسلامی هستند. میگوید در بنی اسرائیل مرد میزیست با نام کیفل، نامش کیفل بود است. بسیار گناهگار بود، بسیار فاسق بود، زیناکار بود. آنچنانه که افسوس صد افسوس که امروز جوانای زیاده که دعوای مسلمانی میکنن، پیسر و دخترها زیناکاری میکنن، امروز نه از خدا شرم میدارن نه از بنده های خدا شرم میدارن. همین شخص همین کیفل میگه هم خیلی گناهکار بود، زیناگار بود. فاعجبته امرأة فاعطاها 50 دینارا. یک زن زیبایی را دید، همون زن خوشش اومد، 50 دینار طلا به همون زن هدیه کرد تا اینکه در خلوت او را قبول کنه. فلما قعد بین رجلیها ارتعدت. وقتی که در خانه خلوت بین دو زانوی او زن نشست، میخواست دست به کار شنیع حرام بزنه، زنا کنه، دید که همون زن میلرزه، لرزه در بدن همون زن افتاده است. فقال لها ما لکی، گفت چی دردت رسیده است؟ 50 دینار رو دادم، در این پول من میتونستم چند بار زنا کنم، 50 دینار رو دادم و در دستت چی قدر میلرزی؟ ای ترسی پول باشه که پول دادم. زن در جواب گفت هذا عمل ما عملته قط، گفت من ای خدا ترسیده استم، باری اول ای زنا میکنم. همین پول شیرینی کرد، لعنت خدا برای پول باد، گفته من رازگی دادم اما باری اول من زنا کرده استم، ای ترسی خدا، لرزه در بدنم افتاده است. کیفل در دهشت غلطید، گفت انت تجزعین من هذه الخطیئه و انا اعمله منذ کذا و کذا. تو گفت زن هستی، زن ناقص العقل میشوه، ناقص دین میشوه، با وجود این قدر است زنا میترسی که بدن تلرزه گرفته است. خاک در سر من بر این مرد روم سیاه. گفت که من چندین مدت که زناکاری میکنم، یک بار ای ترسی خدا بدنم نلرزیده است. فوالله ما اعصی الله ابدا، قسم به خدا، گفت دیگه بس است زناکاری، دیگه عصیان میکنم به خدا. او زن رخصت کرد، جوابش داد، برفته زنا نکرد. ای برادر، خود در این اکسیر زن کم نباید صدق مرد از صدق زن. ما جوان مردیم، دعوای مردی و شعر مردی میکنیم، مرد باید صدقش ای صدق زن کم نباشه. مرد باید ترس و هراسی پیش خداوندیش از زن دیده کمتر نباشه. آن دل مردی که از زن کم بود، آن دل باشد که کم زیش کم بود. او دل مردی که جسارت دل زن نداره، او دل نیست، او شکمبه ای، محل نجاست ای، او را دل گفته نمیشه. فمات من لیلتی، همون شب کیفل اجلش رسیده، مرد. ساعتش اومد، همون شب وقتی مردنش به دست مرده ببینه، خدای تعالی که هدایتت کنه ببینه، در آخرین لحظه او خودش نمیدونست که شب میمیرم، اما هدایت خداوندی را ببینه که توبه کرد، از کار زنا چشم پوشانید، اگر چند امکانش داشت. همون شب مرد. فلما اصبح بنو اسرائیل قالوا من یصلی علی فلان. فردا روز شد، بنی اسرائیل آگاه شدن که فلانی مرد است. زیناکاریش همه میدونست، حرامکاری او در تمام آفاق پهن شده بود. گفتن جنازه ای را کی میخونده باشه؟ این فاسقی بدبخته، کی جرأت میکنه که جنازه ای را بخونه؟ حضرت عبدالله ابن عمر میفرماید فوجد علی بابه قد غفر الله للکیفل. اومدن در خانهش دیدن که یک نوشته است، نوشته ای که او را انسان نمی نویسه که خداوند گناه های کیف را بخشید، خداوند خط عفو بالای معصیت های کیفل کشید، به خاطر آن که توبه کرد، توبه نصوح کرد، از همون راه حرام بازگشت. پس ببینه که این توبه چی نعمتی بزرگ است، این توبه چی رحمت الهی است که برای ما و شما عطا شده و هدیه شده. حضرت امام غزالی در احیاء العلوم روایت میکند که یک جوان به دست در بنی اسرائیل در خاندان اشخاص صالح تربیت یافته است. میگوید مدت 20 سال عبادت خدا میکرد، 20 سال پیوسته.
بعداً صاحب وظیفه و منصب شد، دیگر عبادت خدا را فراموش کرد. چه بسا مردایی هستند که یک زمان نمازخوانند، اهل مسجد هستند، اما وقتی که خدای تعالی به یک وظیفه و منصب میرسونه شو خدا را فراموش میکنند، از نعمت خدا صرف نظر میکنند. افسوس و صد افسوس که زیاد هستند همین طایفه مردم دبایم. همین شخص صاحب وظیفه و منصب میشود، مدت 20 سال دیگر ترک عبادت خدا میکنه، 20 سال دیگر دست در معصیت، دست در گناه. یک روز در پیش آینه ریش شانه میکرد، دید که موهای سفیدش از موهای سیاهش زیاد شد. موی سفید از کفن آورد پیام. همین موی سفید خودش بیانگری آن است که مرگ میآید، اجلت اومده است، دیگه از این طرف تا اون طرف نزدیکتر شده است. از این خاطر در ترس تهلکه غلطید، به درد به علم صداش بلند کرد، گفت الها اطعتک 20 سنه ثم عصیتک 20 سنه فان رجعت الیک اتقبلونی. پروردگارا گفت مدت 20 سال عبادتی ترا کردم، در عبادتم نقصان نکرده بودم، بعدم 20 سال دیگه عصیان کردم، ترک عبادتت کردم، ترا فراموش کردم. الحال گفت میبینم که موی ریشم سفید شده است، اجل من میآید کدام روزه، آیا من رجوع به سوی تو کنم، توبه کنم، تو توبه مرا میپذیری؟ آیا قبول میکنی؟ یک صدای را شنید، آواز به گوشش رسید، احببتنا فاحببناک و ترکتنا فترکناک و عصیتنا فاحملناک. که ای بنده، یک زمان ما را دوست می داشتی، ما هم تو را دوستت می داشتیم، بعدا تو ترکی ما کردی، ما هم ترکی تو کردی، تو را ترکت کردم، گناه کردی، من تو را مهلت دادم، جان تا قبض نکردم، به بلا گرفتارت نکردم، اگر چند دقیقه قدرت دارم، اما من تو را مهلت دادم که یک روز اصلاح شوی. و این رجعت الینا قبلناک. الحال گفت اگر تو رجوع کنی قبولت میکنم. تکبیر! ای موی سفید کرده نامسیاه، تا چند گریزی تزی درگاه اله. ای موی سفید شده، گفت اندکی اندیشه کن که نامه اعمالت سیاه شده، تا چند گریزی تزی درگاه اله. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده، بیا عذر بخواه. خدای بزرگ میگه کرم من زیاد است، دریاهای رحمت من جوش میزنن، تو ناامید نشو، یأس ناامیدی باید در دل تو جای نگیرن، دیر نشد از توبه که به سوی خدا رجوع کن، عذر بخواه، من توبه پذیر هستم، توبه تو را میپذیرم. استعیذ بالله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. چون قریبی خداوند متعال در قرآن بزرگ می فرماید ای مؤمنان، ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز آخرت دارید، به سوی خدا توبه کنید. هنوز دیر نشده است، توبه کنید، اما توبه شما باید توبه نصوح باشد، توبه بی بازگشت باشد. بعید نیست که خدای تعالی به شرافت او توبه شما گناههای شما را بیامرزه، گناههای شما را کفارت کند و شما را داخل جنت گرداند، جنتی که آبهای روان از زیر درختاش جاری هستند، جنتی که جوانی او پیری ندارد، جنتی که نعمت او فناپذیر نیست، جنتی که بقای او فنا ندارد، جنتی که در اوج بیماری نیست، رنج نیست، اذیت نیست، سخن لغو و بیهوده نیست. همون جنت خدای تعالی برای شما آماده کرده است و شما را در روزی که خدای تعالی پیغمبری بزرگ خویش محمد صلی الله علیه و سلم و آنانی را که ایمان آوردیم به خدا و به این پیغمبری محبوب
مکرم می‌دارد، عزیز می‌دارد، شما را وارد او جنت می‌سازد. اما توبه باید توبه نصوح باشد. چه نوع توبه را توبه نصوح میگویند؟ در تفاسیر اومده است، از جمله علامه صابونی در صفحات تفاسیر بیان میکند و عین همین سخن در جامع البیان در تفسیر معروف امام طبری نیز روایت شده است که از حضرت عمر رضی الله عنه صحابی بزرگ پیغمبر که از مکثرین در فتواست سوال کردند که یا امیر المؤمنین ما توبه النصوح؟ گفتن ای امیر مؤمنان توبه نصوح چی توبه است؟ و توبه ای که خدای تعالی نصوح نامیده است چی نوع توبه است؟ حضرت عمر رضی الله عنه فرمود ایتوب الرجل ثم لا یعود الى الذنب کما لا یعود اللبن الى الضرع. گفت توبه نصوح این است که شخصی مسلمان توبه کند بعداً دیگر به او گناه بازگشت نکند، بازگشتی به او گناه نداشته باشد، همچنانه که شیر دوم باره دیگه به پستان باز نمیگردد. علما برای توبه نصوح 3 شرط قائلند. یعنی توبه نصوح عبارت از 3 رکن است. اولا دست از همون کار حرامی که میکرد باز دارد، از همون معصیتی که میکرد. ثانیا پشیمان شود، از همون کاری کرده خود پشیمان شود، حقیقتا پشیمانی بخوره. چه بسا مردایی هستند که زمانهای فاسقی خودشون وقتی که بیان میکنن با لذت بیان میکنن، وقتی که ذکر زمان فاسقی را با لذت و با ذوق کردی گویا از سر نو مرتکب همون گناه شده. فراموش نکنید با پشیمانی و ناامیدی قلبش فرا بگیره وقتی که به یادش برسه همون گناهاش. زیرا ندم پشیمانی خودش توبه است. پیغمبر خدا گفته است الندم و توبه. و نهایت سوم رکن توبه نصوح آن است که دیگر رجوع نداشته باشه، بازگشت به او گناه نداشته باشه، دیگر پس نگرده. وقتی که توبه با همین 3 شرط واقع شد او توبه نصوح است، توبه مقبول است در پیش پروردگار متعال. حضرت مولوی روم در مثنوی شریف یک قصه آورده است با نام قصه نصوح معروف است. درباره همین نصوح قصه میکنه که نصوح چی کس است. از اسرائیلیات یک روایت آورده است که او نصوح میگه نام یک شخص است، همین توبه را به همین شرط ها کرد، از همین خاطر این توبه با نام توبه نصوح معروف و مشهور گشت. حضرت میفرماید بود شخص پیش از این نامش نصوح، بود زیدلاکی ایزن او را فتوح، روی او بودی چرخساری زنان، مردی خود را همه کرد او نهان. یک مرد میگه زمانهای پیش در قوم بنی اسرائیل زندگی میکرد، نامش نصوح بود و کسبش مساجisتی بود است، دلاکی. از بس که روش مثل روی زنا بود است، یعنی که ریش نداشته است، مو نداشته است در روش، مردیش پنهان میکرد و در یک حمام زنکا کار در اومده بود، زنا را مساج میکرد است، مساجیست زنکا. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود، سالها میکرد دلاکی و کس بو نبرد از سیر رمزی آن هوس. از بس که بسیار حیله‌گر بود، مکار بود، صداش هم مثل صدای زن میکرد است، هیچ که خبر نشد. زمانهای پیش مردم قدر بی شرم و بی حیا نبودن. زنها وقتی که در حمام زنها بازی میکردن یا مردها در حمام عمومی مردها، البته که سطرشون رعایت میکردن، سطر غلیظه خودشون آشکار نمیکردن، آنچنانه که امروز این شرمندگی را میبینید. توبه ها میکرد پا در میکشید، نفس کافر توبه او میدرید. مؤمن با توبه میکرد از گناهاش، به خدا رجوع میکرد که خدایا گناهامو ببخش، نگاهم بدار که دست به همین کار حرام نزنم، میگفت دیگه بس میکنم کارا. اما این نفس کافر، این نفس اماره میگذاره، نفس اماره، باز شیطان وسوسهش میکرد، باز میل رغبتش بیدار میشد، باز میرفت دست به همون کار حرام میزد. یک برادر پیش ما سیر شفاش کرد، گفت همین فیلم های فاحشگی که نشان میتن
در تلویزیون بعضی کانال‌های مخصوص بوده از همین فیلم‌های حرام نشون میداد است. توبه میکنم، میگم نمازخوانه توبه میکنم، رجوع میکنم، بازگشت همون کانال میکشم نابود میکنم، باز میگه شیطان وسوسه میکنه، بعضا همون کانال باز از سر نو گریون میکنم. گفتیم اون توبه طولی نصح نشیده است ای برادر، پس معلوم میشه که خدای تعالی این توبه ات را نپذیرفته است. خداوند اگر توبه تو پذیرونه دیگر رجوع نمیکنی به این حرام، زیرا این هم زینای چشم است، هم زینای اولاد است، زینای جوارح بدنت است، کار حرام است و زیانش در اهل بیت هم میرسه. زیرا که تو پسر داری، دختر داری، یک روز نه یک روز اونا را تماشا میکنن همون فیلم ها را، شاید که همین باعثی دست به زنا و حرام زدن همون تفلکای تو بگردن. در اون صورت گناهکار اساسی تو هستی. این مرد توبه میکرد، میگه اما باز وسوسه شیطانی نمیگذاشتش، باز توبهش هم دریده دست به همین کار حرام میزد. رفت پیش عارف آن زشتکار، گفت ما را در دعای یاد آر. یک عارف بود از یک شخصی بزرگ در همون شهر زندگی میکرده است، شخصی خداترس، خداجو، عالم. نزدی همون میروه، میگه حضرت گاه گاه در دعاهات مرم یاد کن، در حق مرم دعا کن که در یک بلا و ورطه گرفتار هستم، زوری خودم نرسیده است، شاید به شرافت دعای تو خداوند مرا از همین کار باز بداره. سیر او دانست آن آزاد مرد، لیک چون حلم خدا پیدا نکرد. عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند. هر کی را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. حضرت مولوی میگه که او شخص از سیرش با خبر شد، میفهمید، دانست که همی چی گناه داره، مرتکب چی گناه است، اما ایزاش نداد، در روش نکشید. سست خندید و بگفت ای بدنهاد، زانچی دانی ایزیدت توبه دهاد. یک تبسم کرد، یک نوش خنده کرد. سست خندید به معنای ای خنده را سست شد نیست. عارفا و بزرگای خدا ای خنده را سست نمیشوند. یک خنده سست دکه کرد، یعنی یک تبسم کرد. اما کاری را که پیغمبر دائم میکرد. گفت برادر خدای تعالی خودش ترا توبه بده که من ترا توبه دادت نمیتونم ای گناه. زانچی دانی ایزیدت توبه دهاد. تو خودت میدونی که مرتکب چی گناه هستی، خداوند خودش ترا توبه بده. آن دعا از 7 آسمان درگذشت، کار آن مسکین به آخر نگشت. دعای شیخ مستجاب شد. اندران حمام پر میکرد تشت، گوهر از دختر شه یاوه گشت. گوهر از حلقه های گوش او یاوه گشت، هر زن در جستجو. قدرت خدای تعالی یک روز در همون حمام کار میکرد، مساجisتی میکرد. دختری پادشاه همون روز حمام اومده بود است، گوشوارش از گوشش میافته، یک مهره، یک بریلیانتی همون گوشوار که به نهایت قیمت گران دارد، از همون گوشوار میپره، جدا میشود، دیگه گم میشود. در خانه یک چیز گم میکنی، چند روز میکوبی، بعد پیداش میکنی. و در یک حمام کلون، جایی که آب میرود، جایی که آبراه است، چیز پیدا کردنش آسانه. پس در حمام را بستند سخت، تا بجویند اولش در پیچ رخت. پس بجید جستن گرفتند از گزاف، در دهان و گوش و اندر هر شکاف. امر شد که در حمام محکم کنه که هیچ که نبرویم. اول حمام خود شکافتند، بعد هر یک شخص جدا جدا فریاد کردن تا پتای بنی رو، تا دهن رو، تمام سوراخی ها را ایلا کفتکوب شروع کردن. آدم سوراخی زیاد داره، خاصتا زنک. بانگ آمد تا همه عریان شوید، هر کی هستید گر عجوز و گر نوید. امر شد گفت همه لباساش بکشه. گفتیم که در حمام ها مردم اونقدر شرمنده ای نبودن که لب لچی برهنه غسل کنن، البته هم عورت های خودشون هم میپوشوندن. امر شد که همه لچی برهنه شود، تا اینکه در زیر یگان مثلا همون اولتش در زیر یگان خوب عورت پوشش، همون لطهی که با او عورتش میپوشونه پنهانش نکرده باشد. آن نصح از ترس شد در خلوت، روی
روی زرد لب کبود از خشیت پیش چشم خیش او میدید مرگ رفت میلرزید او مانند برگ وقتی امر شد که همه لباسا را بکشه تلخی نساخ کفید خانه سوخته دیگه در ترس هراس غلطید که احوال من چی میشده باشه خب لباساش که بکشد مردش ظاهر میشه و قورش میکنند اگه مردن یک طرف در پوستش که جا میکنند این یک شرمندگی یک اهانت میشود در حق اهل بیتش بیچاره دیگه برادراش فرزنداش در یک معرکه نمیتونن که سرشون بردارن چقدر شرمندگی چقدر فضاحت از همین خاطر رنگ روش پر کید بیچاره یک گوشهک درفت بعد زاره و التجا در اومد در این لحظه فقط یک فریاد رس داریم خدا ها وقتی که مشکلی در گرفتار شده بعد خداگو میشیم وقتی که یک بلا به سر ما اومد بعد خداگو و خداجو میشیم مردی واقعی کسی را میگن که پیش از همون بلا اومدن خداگو باشه گفت یا رب بارها برگشتم توبه ها و عهدها بشکستم کرده ام آنچه که از من میسزید تا چنین سیل سیاه هم در رسید گفت پروردگارا تو خودت میدونی که من از همین گناه چندین بار توبه کردم اما این شیطان ملعون وسوسه‌ام کرد باز نتونستم که نفس ما باز بدارم و کار حرام در دست زدم زیرا من ناقص هستم زیرا من انسان هستم ای خدا آن کن که از تو میسزد که زهر سوراخ ما را میگزد ای خدای بزرگ گفت همتی تو بلند است تو پروردگار لکبخش هستی تو غفور هستی تو ستار سترپوش هستی گناه ما بپوشان آشکارم نکن گر مرا این بار ستاری کنی توبه کردم من هر نوع کردنی اگر همین بار گفت گناه ما ببخشی همین دم گفت اگر ستر ما رعایت کنی شرمندم نکنی دیگر توبه کردم صدقاً هرگز دیگر رجوع به این کار حرام نمیکنم به همین بس توبه ای خدا چندان بگفت کاندر و دیوار با او گشت جفت در میان یارب بدو بانگ آمد از میان جستجو جمله را جستیم پیش و ای نصح خدا می گفت زاره می کرد سر در سجده گذاشتگی بود اما در همین حالت یک صدای شنید اما سرداری کفتگو کننده ها سرداری بگیم گروه محافظای دختری پادشاه امر کرد گفت همه را کفت مکه کمپیره که نصح نوبتی تشیده جوان مرگ بکش اکر لباساتا بیو نوبتی تشید جمله را جستیم پیش و ای نصح گشت بهش آن زمان پرید روح وقتی این سخن شنید تلخش کفید هشش را غلطیده دست دل دیگه از حیاتش سوخت جان به حق پیوست چون بیهوش شد موج رحمت آن زمان در جوش شد چون که دریاهای رحمت جوش کرد سنگها هم آب حیوان نوش کرد مرده 100 ساله بیرون شد زیگور دیو ملعون شد به خوبی رشک خور این همه روی زمین سرسبز شد چوبی خشک اشکوفه کرده نغز شد وقتی میگه از ترس هوشش رفت رحمت خدا در جوش اومد دریای رحمت خدا وقتی که در غلغله به افته دنیا را میبینی که شکوفان میگرده زمین خشک میبینی که علف و گیاه میرویه درخت خشک میبینی که میوه میکنه دیو زشت ملعون میبینی که فرشته آسا میشوه مرده 100 ساله در گب میدرویه همه این رحمت پروردگاره اما برای آن که اون رحمت خدا در جوش بیایه لااقل ما باید گریه کنیم میفهمه توبه کنیم صدقاً توبه کنیم تو نگیرید طفل کی جوشد لبن تو نگیرید ابر کی خندد چمن اگر طفل گریه نکنه به یاد همون مادرش نمیزنه که کشنه شده است به سینه‌اش بتو کودک گریه کرد به اون چشمی از سینه‌اش بتو تو وقتی ابر گریه نکنه چمن ای کجا میخنده زراعت از کجا میشوه تو نگیرید کودک حلوا فروش بحری بخشایش کجا آید به جوش
یک بیچاره که میبینی گریه و ناله داره، در مصیبت و مشکلی غلطیده است، بعد بحر بخشایش در جوش میآید، در دل ترحم پیدا میشه و به مبروری اسمش میتی. ببینی همون جوان نمی اومد اگر درد رنجش نمیگفت، در بیمارستان خواب نمیکرد، کمپیری مادرش به التماس و التجا ایجا نمی اومد، ایکجا برادرها جوان مردی میکردند و این چند صد دلاری که جمع شد بردیم در دستش دادیم، از کجا میافت؟ پس همین باید برای ما عبرت باشه. ای برادرو، باید توبه به آب دیده باشه، باید صدقی باشه. وقتی که بعد توبه کردیم خدای تعالی اون مشکلی ما را حل کرد، باید همون دائم در پیش نظر ما باشه که دیگر رجوع بازگشت به سوی او گناه نداشته باشیم، و الا قسم به خدا کذاب هستیم، روسیا هستیم. حضرت دملا قصه میکرد، دملای رحمتی، که یک مرد گفت یه روز اومدم پیشم گفتن که در سکرات غلطی دست، چی دردش رسیده است دیگه هوش نداره، بیا در بالای سرش یاسین بخون. رفتم میگه همون مرد چنان خدا میگه آدمی که یگان بار نمازخونیش ندیدم، میگه شخصی که در 60 رفته است، ای 60 گذشته سین سالش صاحبی نبیره است، یگان بار مسجد آیش ندیدم، چنان خدا میگه، چنان التجا میکنه، در تعجب غلطیده میگه. بدگهر رودهاش در هم پیچیده بودیان، رودهاش به هم پیچیدیان، همه خدا گوشیده است. توبه میکنه، ای خدا اکی به دادم برس، ای خدا امداد کن. اما وقتی که با دردش گذشت، با خدای بزرگ شفاش بخشید، با مسجدم فراموش کرد، شاید نمازم فراموش کرده باشه، اکی نمیدونیم. او کسی را که نماز خونیش ندیده چه خیلی گوهی میتی. پس همین توبه، این گریه و امداد کذابی نیست، ریاکاری نیست. والله قسم به خدا، خداوند این طایفه مردم دوباره و سه باره با همون ورطه ها گرفتار میکنه، دیگه کسی به امدادش نمیرسه. از غضب خدا باید دائم ترس داشته باشیم، وعده ای که به خدا دادیم باید دیگه خلاف نکنیم. ناگهان مقصد ناگاه بانگ آمد که رفت بیم، بانگ آمد ناگهان که رفت بیم، یافت شد گمگشته آن در یتیم، از غیره و نعره و قرصک زدن پر شد حمام قد زال الحزن. ناخست گفتن که یافتیمش، اما بریلیانت یافتیم. دیگه مردم هم خدر شاد شدن که داد و فیغان و تکبیر تمام مسجد فرا گرفت، زیرا بیچاره همه در ورطه گرفتار بودن. یک آدم دزدی میکنه 10 کس میبرن تای شته میکشن، یک آدم یک جنایت میکنه 100 کس گمانبر هستن، تا زمانی که همو جنایتکار پیدا نشوه بیچاره دائم در عذاب کشکش دن. همین بیچاره مردم، یعنی این زنایی که در داخل حمام بودن، همه در حساب جنایتکار که داخل بدن، گمانبر بدن، از همین خاطر بسیار خرسان شدن. دیگه از شادی و از قرصک زنی تمام حمام به صدا در اومد. در حمام آوازی اندک و قدر صدا داره و وقتی برن عرب زنی چقدر گل درست میبرومده باشه، زیرا که حمام خودش یک اخو داره. کسایی در حمام صداشون بلند کردن میدونن. آن نصوحی رفته باز آمد به خویش، حیرتی او دم بدم میگشت بیش، می حلالی خواست از وی هر کسی، بوسه می دادند بر دستش بسه، بد گمان بردیم ما را کن حلال، گوشتی تو خوردیم اندر قیل قال. از صدا و فیغان مردم نصوح به هوش اومد، خشش در سرش زد. اگه این دست تا دل از حیات شست است، آماده به مرگ شدگی ای. وقتی چشموش باز کرد دید که مردم در بالای سرش جمع شدیان، یا تاش پاهاش مالید استای، یا تاش دستاش مالید استای، یا تاش دستاش بوسه کرده استای که گناه ما را ببخشه که کمپیرک در حقیقت گمانی بد بردیم. ترا همین کمپیرک بیچاره را امر کردیم که بیا بکش عورت‌های غلیظه نشان بده، در همین سین سال برای ما عیب بود. از همین خاطر از بس که ما در حقت گمانی بد بردیم و ترا غیبت کردیم، گوشتی ترا گویا خورده ایم، پس ما را بحیل کن، ما را ببخش. گفت بد فضل خدای دادگر، ورنه زانچم گفته شد هستم بتر. چه حلالی خاص می باید زمن، که منم مجرم تری اهل زمان.
کمپیرکی نصیح گفت این فضل پروردگاری بزرگ لگبخش بود، من ایره ای خدای بزرگ خود میدونم، نباشه از گمان شما دا من بدترم. شما ایوان چی به حیلی طلب میکنه؟ من از گمان شما بدترم. شما گمان میکنه من دزدم، در صورتی که یه روسیایی بدبخت هستم. اگر شما گناهی ما را بفهمه با هیچ وجه ای 100 جانم یک جانم رها نمیوبم. من همه دانم و آن ستاری من، جرمها و زشتی کرداری من، حق بدید آن جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. گفت من میدونم پروردگاری بزرگم که چقدر گناه مرتکب شدم، چقدر در گناه غرقه هستم. خدای بزرگ همه را میدونست، پوشاند گناهی مرا تا شرمنده نشم، خجالت زده نشم. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. هزاران شکرانه ای خدای بزرگ گفت که در یک لحظه همه غم اندوه از من دور کردی. فقط این قدرت تو داری ای خدای بزرگ. نصح کار بس کرد، خانهش اومد، توبه کرد از دیگر. بعد از آن آمد کسی که از مرحمت، دختری سلطان ما میخواندد. دختری شاهت همه خواهد، بیا تا سر شوی کنون ای پارسا. چند مدت گذشت که ملازمای دختری پادشاه به سرش اومدن، گفتن کمپیرکی نصح دختری پادشاه ترا یاد کرده است، همون مساجای ترا یاد کرده ای. مساج مردینه همیشه در زن مردم مقبول است، همچنانه که برعکس است. دختری پادشاه میگه این کمپیرک کجا شده است، بخیزه بیاید سر ما بشو مساج کنه. جز تو دلاک نمیخواهد دلش، تا بمالد یا بشوید با گیلش. ببینه این امتحانی پروردگار را تا کدام درجه ای شما ببینه. بعد که توبه کرد با او خلاص نشد، با وسوسه شیطانی را ببینه. اومدن که این دختر پادشاه دعوت داره که تو ندیم خاصش بشه، حمامدار و مساجیست خاصی دختر پادشاه بشه. دنیا انا خیلی لذت ها داره که مردم در کام خودش فرو میبره. شیطان دنیا را انا خیلی لذت بخش در چشم آدم جلوگر میته. گفت رو دستی من بیکار شد، این نصوحی تو کنون بیمار شد. گفت برای نکه دیگه غمم نتین که من کسل شدگیم، این دستو ای کار مونده است دیگه، من مساجیستی کردن نمیتونم. خیلی جوان مردو الحمدلله در همین دوری ما و شما هم بدست. یک برادر یک وظیفه بسیار بلندش پیشنهاد کرده، یک حوجی است برادری ما از رفیقمون است، نامش نمیگیرم. استادش میبینهش این شخص متخصصی بسیار کلمبه در ساحه بانک ها، چند مدت شد کار نمیکنه، الحمدلله دو کرات حوجی ای. همون استادش که وظیفه بسیار بلند داره، سرداری کلان است، یه روز میبینهش میگه این چی شکل صورت است، الحمدلله این شکل سیمای صالحا داره، ریشی زیبا داره، این چی شکل صورت پیش من بیا، میگه پیش من بیا کارت بتم. یک کاری بینی باید باز بلند براش وعده کردیم، فقط میگن رشته میتروشی میای همون وظیفه را اجرا میکنی. پیش من اومد مصلحت پرسی که چیکار کنم، دیدمش کاستوم شیم کاستوم پوشیده است با گالستوک بسته به هموریش. پرسیدم تینجیای؟ گفت این همین خیلی کار بود، ای قبولگاه رئیسی کلان اومده استم، یا رئیس مقصد شخصی که با ساحه های بانکی در رئیسی کلان، یعنی که در هم ساحه بانک کلان ای. گفت همین خیلی پیشنهاد چیکار کنم، چه مصلحت میتی؟ گفتم خوب فکر کن، اگر کارت حرام نباشه، یعنی که اگر بر رشوه و دیگر رو آمیخته نباشد، اگر فایده و منفعتت به مسلمان‌ها برسه، من فتوات میتونم رشته بتروش برای کار کن. نه که اگر همین نباشه نکج برادر. گفت یگان ضرورت ندارم، الحمدلله زندگیم خوب رفته است، خدای تعالی رزق روزی من رسونده است. با او کاری حرام است، او کار به رشوه نمیشه، او کار به ریبا و پرسین نمیشه. از همین خاطر همون کار قبول نکرد. مردم آماده هستن که برای گرفتن همون کار 40-50 هزار دلار رشوه بدن، همین مردک نگرفت همون کار.
باور کنه قسم به خدا در پیشش آشکار نکردیم، اما خانه اومدم گریان شدم که اگر خدای تعالی شخصا خیلی برای در همین امتحان، در معرض همین امتحان قرار بده، آیا من مثل همین جوان مردی کردم میتونستم باشم یا نه؟ هر کدام باید که اندیشه کنیم، همین باید برای ما درس عبرت باشد. نصوح هم امتحان خدا را ببینه، امتحانش کرد پروردگار، از امتحان سر بلند برآمد، گفت دیگه دستای من از کار مونده است، برین که یگون مساجیست دیگه بکوبه که من پنسه شدم که دیگه نمیتونم. با دل خود گفت که از حد رفت جرم، از دلی من کی رود این ترس و غرم. من بمردم یک ره باز آمدم، من چشیدم تلخی مرگ عدم. با خودش اندیشه کرد که ای نصوح پشت در سرت بگی، یک بار مرد خدا زندت کرد، ای شرمندگی و خجالت نجات داد. بعد از این محنت کی را باری دیگر، پا رود سوی خطا الا که خر. بعد این محنت، بعد این امتحان خداوند، مگر خر بود چنگ به همین کار میزنه و از راه هدایت پروردگار به راه میشود. گر سری هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. نصح شکرگزاری نعمت خدا کرد که پروردگارا همین صبر تحملم تو برای من دادی، تو بدی ای خدای بزرگ که همه قلف عناد از قلبم کشادی، تو مرا هدایت میکنی و از این گناه ها و از این بدبختی ها باز میداری و الا شاید که شیطان باز گمراه میکرد. از این خاطر اگر هر یک موی بدنم زبان برآورد و شبانه روزی شکرگزاری نعمتی ترا کند، از 1001 شکری ترا انجام دادن نمیتونم. میبینم که موضوع توبه را تا آخر رسوندن نمیتونیم، زیرا 5 دقیقه دیگر وقت مونده است. از پروکراتور ناحیوی یک خواهش درخواست به ما رسیده است، یک مجلسی هم در همین موضوع شده گذشته بوده است، ما با کار مشغول بودیم، بم بدیم در مجلس شرکت کرده نتونستیم، اما رئیس محله های همین گرد نواحی الحال آورد، اما درخواست به ما رسوند. در تمام مسجدهای را اعلان میکنن تا برای ما و شما یک هشدار باشه. هشدار یک شخص به نام صادق جان سبحان علی که در محله زرفشان زندگی میکرده است، این فاسق بدگهری بدبخت باز خاری قرآن هم بده است. من نخواستم نامش بخونم، اما گفتن که همون از بالا است امر که همین نام خونده شود تا مردم بفهمند. یک چند شاگرد داشته است و این کثافت ملعون دست به لیواطت و به شبازی زده، این ثابت شده بود است، حکم سود هم علیه برآمدگی است. از همین خاطر گفتن که نامش اعلان کرده شود در مساجد تا اینکه تمام مردم بدانند. ببینه که چی یک داغ بزرگ در اسلام. ای کاش که همه حدود اسلامی رعایت میشدن، ای کاش که این بدگهر سگ بچه را در پیش چشم مسلمانان با بدترین عقوبت قتل میکردن تا برای دیگران را نمونه عبرت میشه. زیرا این بدبخت شاید در همون ترمه هم دیگه اصلاح نشود. البته که سزای کارش میبینه این بدگهری ملعون. اما ای برادرای عزیز، ما و شما اهل مسجد، اهل قرآن باید چنان تازه باشیم، چنان آزاده باشیم که در ما یک داغ دیده نشود، کسی به ما سری موی اعراض گرفته نتونه. دائم در همین موضوع گپ میزنم که بچه‌ها یک مسئولیتی بزرگ در دوش داریم. مسئولیت ما همین مسئولیت اسلام است. شما میدونه که لشکر شیطان برای گمراه ساختن مسلمانان چقدر کوشش میکنن، چقدر تردد میبینن، چقدر سعی تلاش به خرج میتن. خواه او شیطانای جینی باشن، خواه شیطانای انسی باشن، همه بر ضد اسلام مبارزه میبرن تا یک داغ در اسلام باشه. وقتی که ما و شما نفسی خودمون داشته نمیتونیم، وقتی که ما و شما از غضب پروردگاری بزرگ اندیشه نمیکنیم، ببینه آخرش چی میشه. خدا کنه که پروردگار این سگ بچه را با بدترین مجازات جزاش بده در همین دنیا تا اینکه برای دیگران را نمونه عبرت باشه. هیچ کدام ما و شما باید در این مسئله بی‌طرف نباشیم بچه‌ها.
ننگ اسلام داشته باشیم. همین شیشه ناموس ملت اسلامی باید در بغل هر کدوم ما و شما باشه. کوشش کنیم که همون شیشه نه افته و نشکنه. ببینید یک سگ بچه یک ملعونی را کرده است، اینقدر داغ در اسلام شد. مرتکب این گناه ها آدم زیاد می شود. اگر در جامعه نگاه کنیم این حیوان های لوطی و لواطتگرا بسیار هستند، اما ببینید وقتی که یک قاری کار میکنه چقدر عیب است، چقدر ننگ است، چقدر شرمندگی و خجالت است، در یک لحظه در همه جا پهن می شود. هر یکی ما و شما قبل از همه باید در عائله خود نمونه باشیم. در عائله خود، در نزد همقوم‌های خود باید ما و شما نمونه باشیم، نمونه عبرت باشیم که از ما عبرت بگیرن، بگن همین شخص نمازخوان است، اهل مسجد است، اهل قرآن است. رفتار و کردار این جوان مرد ببینه، دیگران را خوش رو بیاید تا باعث وسعت اسلام شود، تا باعث قوت یافتن اسلام شود. در ما و شما باید یگان عیب نباشه برادرها، نه در آداب و اخلاق مو، نه در گفتار و کردار مو. شخصی نمازخوان و اهل مسجد باید از دیگران فرق داشته باشه. من چندی بار گفتم قسم به خدا همون عملدارهایی که نماز میخونن از عملدارهای بی نماز فرق دارن، آدابشو بهتر است، دیگر است. میلیتسنرای نمازخوان از میلیتسنرای بی نماز فرق دارن، تاجرای نمازخوان از بی نماز فرق دارن. همین ما و شما هم باید فرق داشته باشیم تا اینکه به سبب عمل نیک صالحای ما مردم دلگرم شوند و چنگ به اسلام بزنن، بگن این نماز اینقدر چیزی بزرگ بوده است، روی این سیاه این اهل قرآن بوده است، این شیطان بوده است، این اهل نماز نبوده است، شیطان بوده است. ان الصلاه کانت صلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز صاحبش از فحشا و منکر باز می‌داره. وقتی که از فحشا و منکر بازش نداشت روش سیاه، وای به حالش بدبخته. بسیار بسیار احتیاطکار باشه در برای فرزنداتو، پیش هر خلف و ناخلف فرزندا را نگذاره، چون بس ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. آیا فرزندای شما یا زنده کننده های نام شما هستند؟ اینا دوام دهنده حیات شما هستند. بعد مردن عمل صالح اونا به شما میرسه، اجر ثوابش. بسیار احتیاطکار باشه، بسیار بسیار احتیاطکار باشه. الحمدلله در نزد هر یک مسجد هستی جاهای درس گفتن هستی، اجازت نامه ها دارن بعضی قاری ها، کاغذ قطعی همش درست است، به همون مراجعت کنه. در تعطیل تابستانه البته که خوشو به حال پدری که کوشش میکنه که فرزندش یک علم بیاموزه، قرآن بخونه، قرآن خوان شوه، آیات جان بخش قرآنی را حفظ کنه، اما بسیار بسیار احتیاطکار باشه در انتخاب معلم. به همون کسای مراجعت کنه که اجازه دارن، اختیار دارن. بسیار بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز، قسم به خدا برای ما یک ضربه بسیار مدهش است که یک نفر نماینده دین اسلام، شخصی که با نام قاری خوانده می شود، دست به همین کار حرام بزنه، دست به لواطت زنه که خدای بزرگ پیغمبر محبوبش و امت اسلامی این لواطت حرام ترین کار میدونن، حتی از زنا بدترش میدونن. پس دعا میکنیم که خداوند جوانای ما را، جوانای مسلمان ما را، طفلکای ما را از این فتنه ها و از این معصیت ها در پناه امنش محفوظ بدارد. خداوند مساعدت کند که فعل و خلق مسلمانای صالح، مسلمانای قرون مشهود به خیر، مسلمانای عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تابعین و تابعین در ما اثر داشته باشد، موافق آن عمل کنیم و توسط اخلاق نیک حمیده، توسط رفتار و کردار، توسط دعوت های اسلامی، توسط خوشخلقی مردم دیگر را به سوی اسلام جلب سازیم. اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردد. ای خدای بزرگ، من در تعجب میمونم که چرا ما که پدر و جد اجداد مدتی بیش از 1000 سال شد مسلمان و مسلمان زاده اومده ایم، ناموس و غیرت مسلمانای امریکا را نداریم. والله در تعجب میمونم که چرا اون مسلمانای قدر محب اسلام هستند، اینقدر در ترغیب اسلام و در تشویق اسلام کوشش سعی میکنن، همیشه کوشش میکنن از دیگران تفاوت داشته باشند، چی در تازگی، چی در حسن خلق، چی در علم و عمل.
اما ما و شما اینقدر پست هستیم، اینقدر بی‌پروا هستیم نسبت اسلام بزرگ خود، نسبت تقدیر فرزندای خود. پس پروردگار ننگ ناموس اسلامی قبل از همه به ما عطا فرما تا در اجراعات فرامین تو و فرامین پیامبر محبوب محمد صلی الله علیه و سلم کوشا باشیم. آمین یا رب العالمین. هفت مکتوب اومده است طلب دعا میکنن، همه داخل شونده ها هستند، ابیتورینت ها هستند. دعا میکنیم در حق شو که خداوند امتحانای قبول براشون سبک و آسان بگردوند تا اینکه همه طالب علم شوند، دانشجو گردند و صاحب معلومات شوند، کرسی و منصب های بلند اشغال کنند و توسط اعمال نیک صالحه شو اسلام عزیز در میان عملدارا ترغیب تشویق نمایند.